حالا شارک وجه ارادتون واسه سلامتون جا جسارت هستن من در بحث تقلید تعبدی و حجیت قول مشهد در حق عامی آیا دلیل از آیات و روایات هم هست؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. یعنی بهترین بندگان کسانی هستند که حرفا رو گوش میکنن و مراجع گوش میکنن بهترشون میکنن. خب نه بحث سر این است که اولا خب این آیه را هیچ کدوم از آقایون مجتهدی در بحث نه مثلا آقای بروجردی که حالا شما یا مثلا آقای آخوند خراسانی و امثالهم در اثبات تقلید ایشون میفرمایند که آیات قرآن هیچ کدوم دلالت بر تقلید نداره. حالا هر کدومی که الان یکی از علمای قدیم که مثلا آیت الله بروجردی شما در حدیثی رو نگاه کنید به همه فرینه. بعد این آیه ربطی به تقلید تعبدی نداره، تو بحث تعلیم و تعلمی. تعبد همین است که طرف مجتهد بگه آقا قول من، فتوای من، فهم من در حق عامی فی نفس حجیت داره. یعنی بله نه ما داریم بحث علمی میکنیم، بحث علمی داریم میکنیم. ما که دعوا که از جسارت که من نمیخوام بکنم. من دارم میگم شما رساله نوشتی خود 2 جلد داشته، الان حجت میدونید قولتون رو در حق عامی یا نه؟ خب اگه طرف شک کنه اگه مقلد شک کرد بازم حجتی یا نه؟ ببین شک کرده کنن رفته پیش یه کسی رفته پیش یه شهر مثلا نشد بعد آمد قوم دار بعد نشد گفتم همه آقایون رو من محکوم کنم چی رو همه آقایون رو محکوم کنم تو هرچی گفتم که بگم نمیتونه اگر بحث اینه خفشی بهتره خفشی بهتره چون که چیزی بیاموزی یا میخوای بیاموزی من میخوای بیاموزی نیخوام من از شما مطالبه دلیل کردم مطالبه دلیل من دلیل میگم این قرآن شریف امام صادق علیه السلام فرمودن این آیه در شأن ماست، خاصه در شأن ما اهل بیت احدی رو شامل نمیشه. قرآن آیا قرآن محکم متشابه نداره، ناسخ و منسوخ نداره؟ خب شما معصومین الان شما اسمت دارین. خب شما اینجور که فوش میدین یعنی چه؟ یعنی من امام معصومم حجت آقا مرجع میگه حجت خداست، مرجع میگه حجت خداست. خفشو گفت خفشو یعنی خفشو درست یعنی باید این همین بلا مطالبه دلیله. سلام این همین بلا این همین بلا مطالبه خفشو مطالبه دلیل